السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله والله وبركاته. وقتی رمضان با روزه می‌داریم انشالله. همین دورو بینی میچکاندگی میچکانیم. بعد اسماتی میچوشیم گلی با. همین روزه قبول میشد انشالله. اصلا برادران عزیز، روزه از سه چیز میشکنند: خوردن، نوشیدن و همبستری. خب اونایی که گفتن که همین چیزای میشکند، گفتن که همین چیز خوردن است یا نوشیدن است. لیکن استفاده چنین، یعنی چکانیدن به بینی یا به چشم خاصتا یا به گوش، اینا به معنای خوردن نیست. بنابراین قول صحیح روزه نمیشکن. لیکن به هر حال برای برآمدن از خلاف بهتر است که همین چیزای بعد افطار تا سحر چک کنید. یعنی از افطار تا سحر هم قریب 12 ساعت است. به هر حال همون شبانه اگر کنید خوبتر است. دیگه رفت و ضرورت باشه و چک کنید، روزتون نمیشکند انشاءالله.